از من میشنوی اصلا این ویدیو رو رد کو برو. نبین عزیزم نبین، چون این غذا مخصوصی کساییه که میخوان کاهش وزن داشته باشن، کم کالری و پرپروتئین بخورن که مدت بیشتری هم سیر باشن، از طرفی هم با کمترین میزان ممکنه روغن پخته شده باشه. ما این غذای خوشمزه رو خانه مریم جان پختیم. مریم جان از قبل مرغا رو مرینت کرده بود با سیر و ادویجات و بعدم که با سبزیجاتی که داشتیم بخار پس کردیم و در آخر مدت 10 دقیقه داخل سرخگون گذاشتیم. یک مقدار خیلی کم روغن زدیم، نمک و فلفل هم به مقدار لازم و بعد گذاشتیم 10 دقیقه سرخ شد. و بعدم که امضای کار تخم مرغ آبپز بود که کلاژن خالص اصلا.